دوستان سلام. جلسه نهم آموزش خط و زبان فارسی. در این جلسه تمرین جمله داریم و تفاوت است و هست. چند تا کلمه اول براتون می نویسم. بیمارستان. بیمارستان. به دست من دقت کنید. بیمارستان. حرف ی در آغاز. زمستان. ستاره. ستاره. حالا جمله میسازیم. ستاره در آسمان است یا هست. دو واژه است و هست در واقع همون ایز انگلیسی هستند. است و هست. اینها با همدیگه فرقی ندارند، اما بعضی ها میگن هست برای موجودیت و است برای وصف. بعضی ها برعکس این رو میگن که است برای بیان موجودیت یک چیز هست. مثلا میگم این کاغذ است، اما وقتی میخوام اون رو کلاریفای و توضیح بدم میگم کاغذ سفید هست. این نظریه قطعی نیست و نظرات متخصصین آموزش زبان راجع به این متفاوته، اما اینها به طور کل با همدیگه فرقی ندارند و هر دو به معنای ایز در انگلیسی هستند. خب چند تا جمله می نویسیم که با این دوتا باشن. هوای روستا سرد است یا هست، فرقی نداره. خب شما میتونید فکر کنید و ببینید چه جمله هایی میتونید بسازید. من برای شما جملات طولانی هم دارم که در جلسه آینده توضیح میدم. مادر شاد است. ستاره سفید است. حرف ف. خب امیدوارم که شما تا این جلسه تونسته باشید که نحوه واژه سازی در ابتدا رو فرا گرفته باشید. در جلسات آینده بیشتر با هم تمرین می‌کنیم. شاد و سلامت باشید.